سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو من AdibGamer هستم و امروز اومدیم که پارت 4 بازی بولی رو با هم ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. معاونم لایک گرفته و تو چی میگی؟ نه شرمنده‌تم، نمیتوانم این کار رو انجام بدم. خب الان چی میگن؟ زنگ آتش نشانی چی میگن؟ زنگ اضطراری بزنیم دیگه. خب $15 هم صاحب شدیم و این سراغ ماموریتمون. داشت از کجا میدی؟ الان کار من بوده، شاید یکی دیگه کرده، مقصر از گردن من. میگه که آدمای چیز زیادن. خب اینم داداشمون راسل اینجاست. اوه بیادش. یه نکته دیگه هم میخوام اضافه کنم. شما میتونید بعد از اینکه هر گروهی رو پاس فایتش رو شکست دادید و اون گروه تحت سلطه خودتون رفت، با پرداخت $1 بازی ها اون کاراکتر رو به عنوان همراه داشته باشید. خب الان ماموریت بعدی ما چیه؟ جیم 2. بیا بریم. هوای من داشته باش. نه انا اضافه خوردن بزن دهنشون رو سرویس کن. قربون دستم. چیه؟ اوه محمد بیا بگیرش. دمش گرم جناب راسل. Destroy. کمک بکنیم. داشت بزنش. اینم از این. یکی از پشت میخواد، یکی از جلو. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are a transgender. از رو نمیره، این میزنیمش از رو نمیره. جفت نمیره دیگه. خب من وقت ندارم که ماموریت های تو رو انجام بدم. خودم به قدر کافی روی چیه؟ به قدر کافی برای من کار تلمبار شده و وقت نیست. خب این یکی ماموریت چیه؟ character sheets. تو چی میگی؟ Library. Bunch of thieving jerks! What's up, Melvin? Greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight, whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean $10. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. نایس. خب ظاهرا برگه های نمایشنامه هاشون رو دوستیدم و ما باید برشون کردیم. اینم قرار دوباره بزنن تو مرغای آدم. برگه هم گرفتیم و داشت قاعدتا باید اینجا ضربه خورده باشه یه خورده حالت های چیز داشت باشه.
عجیبیه دیگه. اینا از این تریکمونا باید زدم. اینا رو نواد کن روز شاششون کف نگرده چیز شدن بازی این رل گرفتم برای ما. اینا از هم اونایی که تو بیو اینستاشو میزنن این رل. والا آقایی و خانمی هنوز دارن در دستان هم میرن. اوکی این از اون اشخاص که مثلا میگه که کجایی آقایی، میگه مدرسه خانمی بشیر بذار بیام منو میذاری کسافت. جب خیلی جبگیره شما گرفته هستش. این حالت دماغتو بگیرم میمیری که. آره خیلی حفاظت خوبی از من کردی دمتم گرم. زورت به بچه رسیده سب کن من الان میام. Fuck you man. جبگیر نگاه کن مرد. خب باید برگه ها رو پس بدیم به ملوی. ولی آهنگاش فاز عجیبی به آدم میدم. هیچ بازی تو راکستار آهنگاش اینقدر فاز عجیبی به آدم میدم. یه فرش نامفر. خب الان داشت برگه ها تا آوردم اینجاست. زر اضافه نزن پول ما رو بده. یه رقص مزخرفم کرد و یه جورایی از ما تشکر. آی هلو. خب الان میریم دوباره یک ترانزیستور که داریم میریم پیش جناب آقای پیرمرده و به ما آموزش بده. جناب آقای پیرمرده کجاست؟ بریم اتوبوس هم وا کنیم. داشت گفتم عشق خانمی 2 دقیقه بمون من الان حرکات رزمی رو یاد بگیرم. من تو رو میرسونم. ایبا این اینطوری خیلی هم خوشگل. دومین تکنیک ما هم باز شد. یه مشت یه دونه لکستریپه. اوکی یه دونه فن دیگه برای ما آنلاک شد و خدا رو شد. اوکی اشکان کجا رفتیم؟ رفقای منو میزنی انتر. اینا به اینا سلام میلادی پول مقصد فرار کرد. کجا میرید بدبخت؟ اوی بگید داشت نجات دارم. سلام علیکم. او مای شیت. یه نکته قابل توجه هم بگم که گل میخواست. مثلا چی؟ چقدر کثافت میتونی باشی تو؟ اصلا اون رو برسیم و یه بچه با انضباط بگیم دیگه. میدونید که من کلا در دوران تحصیل آدم کلا درس خونه بودم. داشتمونم با لباس خواه اومده و جوم لباس خواه بوده بودم. سب کنید داداشم میخندید چیز باشه بخندید.
Your mouth. That's more like it. استاذ در من No fair. دیدی نباید کسی مسخره کنه. This place sucks. I don't want any trouble, okay? باش Hey با there. Hey, what's up? What's your problem? Come on, dude, give me a break. نه نمیتونم بهت بریک You بدم. like a little school spirit. با جوراب و لباس ها اومده داره اینجا میگرده واقعا بره بیرون. خب کلاس داریم، کلاس زیست داریم و منم که چون دانش آموز زرنگی هم و سطح علمیم خیلی بالاتر از این سطح کلاس های این مدرسه است و فلنگ رو میبندم. فلنگ رو میبندم و که از کلاس فراری میشم. last minute shopping. اوه چه کسی به آشپزخونه‌اش. شانس آوردیم از اینجا غذا نخوردیم. Nice. Ah, shut up, kid. It adds flavor to it. You wanna give it a go? Sure. غذاش 100% کرونا داره. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. Let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. Hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. خیلی ممنونم مرسی. گنده تو زنم. این دمه غذاش هم کرونایی انسان نیست. کرونا میگیره بیاد اینجا سالم هم باشه کرونا میگیره میمیره. خب از آره ما بریم تو شهر چند تا وسیله براش جور کنیم بعد لوازم چی بهش میگن خاروار میخوایم بعد بریم تو شهر بعد بگیریم. اینو بهتون نگفتم از چپتر 2 به بعد از چپتر 2 به بعد شهر باز یعنی خب در مدرسه باز میشه و میتونید برید تو شهر بگردید و هرچی بیشتر چپترهای بازی رو تموم کنید میتونید چی میگن مناطق بیشتری از شهر رو باز کنید. این فقط محدود به مدرسه نمیشه بعد خارج مدرسه هم هست. اوکی اون وسایلی که اینجاست یام یام مارکت. اوکی یکی اینجا دیگه هم اینجا تو آرایشگاه آخر آب تیغ میخواد. تیغ برای چی میخواد؟ اوکی یه جای دیگه هم بوده و 3 تا وسیله میخواد. چهره زیباش هم گوشه پایین صفحه راستم زده و فکر نمیکنم شما ببینید چون من تصویرم همونجاست. خب حالا یه آیتم دیگه میخوایم. That's not trash. It's obvious from all the expensive. نه آقا از کجا میدونم حالا کلاس دارم یه برگرد مدرسه. اگه تازه میخواد این بازی شروع کنید و کلاساتون دیر شد یا خلاصه از این جای دوری از شهری هستید و میخواید برگردید مدرسه و حالشون ندارید تا اونجا برید میتونید برید ایستگاه اتوبوس بغلش دکمهشو بزنید و برید مدرسه. اوکی دکمهشو زدیم و رفتیم مدرسه. یه پله تونستم بکنم. خب برای شغال کردیم
You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Nonsense! There are no fuzzy eaters at Bullworth. It'll last for a month. اوکی 15 دلار به ما داد. پسش در نکنم. آدم سالم بیاد بره داخلش کرونایی میاد بیرون. اصلا بگم کرونا از همین رستوران همین زنده چه شده؟ شروع شده. اوکی میدونم. اصلا میدونم که راسته برای این میشوندم. خداحافظ. خب خدا رو شکر زنگ خورد و یه چرا میاد دنباله یه زنگ خورد دیگه. خب الان باید بریم شکلات بزنیم تو کمد کراشه. باید شکلات بزنیم تو کمد کراش این دختره. ده مشکل میده. والله یکی برای من شکلات نداشت. داشت ناموسن دارم کار خیر میکنم نه. اینم شکلات میاد بزنن. امروز چه همه باید شکلات بزنن نه که ولنتاین که بود. آره دیگه ولنتاین نه که چند روز پیش ولنتاین بود. این همه فاز عشقی گرفتن تو بازی. همه میخواد به عشقشون کادو بدن. این خود تو رو خدا. اوکی اینه که باید بذاریم از اینو. اوه نازمان داره میاد و دارم کار خیر میکنم جناب آقای ناظر. این کلاس هم با موفقیت رد کردیم و ماموریت بعدی ما چیه؟ های سب کنم این چرا عرد داشت میزد؟ یا سب کنم اینم من خواستم مشاورم. چی شده پسر جون؟ پسر جون چی شده؟ مرض داشت از ما رو گیر آورده. به خاطر اینکه من الان گیر آورده این انگشتش میکنم. اوه داشت من ببخش مجبور بودم. برام دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو ما رو دیدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. اگه دوست دارید ادامه این بازی و دنباله هاش رو ببینید حتما برای ما کامنت بذارید. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید اگه تا اینجا سابسکرایب نکردید. قربان شما. خداحافظ.